بوی ظالم و کل زیرک. یک زن بود. شوهرش بر محل وفات کرده، 3 پسرش یتیم ماند. زن خونابه دل خورده با نوک دوک زخمی سوزن فرزندانش را کلان کرد. آنها به وایه رسیدند و آخرین تارهای موی سر زن هم سفید شد. روزی کمپیر به پسرانش گفت: اکنون شمایان کلان شده اید، بزبله شده اید. من باشم پیر شدم، دستانم بیمدارند، دیگر چرخ گردانده نمی توانم. چشمان خیرم دیگر سوراخی سوزن را نمی بینند. روید مردی کاری کنید، نان خود را یافته خورید. پسر کلانیش این گپ را شنیده گفت: مادر جان، من تنی صحت، دستانی پرقوت دارم. می روم مردی کاری می کنم، هرچی یابم گرفته می آرم. کمپیر نان پخت، به یک رومال بسته به پسرش داد و او را گسیل کرد. جوان رفت، به شهر رسید. پرسجو کرده حولی یک بای را یافته دروازه اش را تق تق کرد. بای برآمده دید که یک جوان ایستاده است. پرسید: به من چی کار داری؟ جوان گفت: من مرد کار هستم. بای پرسید: جفت رانده می توانی؟ می توانم، جواب داد جوان. بای جوان را به خانه‌اش در آورده گفت: خوب، من تو را مرد کار می گیرم، ولی یک شرط دارم. اگر قبول کنی به تو مال و پول زیاد می دهم، اگر قبول نکنی به راحت رو. جوان گفت: شرطتان را گویید. بای گفت: من هر چی می فرمایم می کنی و خفه نمی شوی، نمی رنجی. اگر خفه شوی گوش و بینیت را می برم. اگر من از تو با سبب خفه شوم، تو گوش و بینی مرا می بری. جوان کمی فکر کرده راضی شد. همان شب خواب کرد. روز دیگر بای سحری بر وقت او را از خواب شیرین بیدار کرده یک تنان داده گفت: خیز کار کن. جوان خیست. با فرمایش بای به یک خر گندم و برزگاوان یخ و سپاه را بار کرده به سر زمین روان شد. بای او را تا سر دروازه گسیل کرده گفت: همین روز همین گندم را به زمین می پاشی، بعد یک خر هیزم کرده گرفته می آری. جوان خوب گفت و رفت. وی بزبله و قوتی مهنتی بود. خیلی زمین را جفت کرد، گندم پاشید. به کوه برآمده یک درخت دولانه را غلطان میده کرده به خر بار کرد و به خانه خوجینش آمد. بای به پیشواز برآمده پرسید: خیر، مانده نشدی؟ خفه نشدی؟ جوان بعد این قدر کار زور مانده شده بود، ولی شرط را به خاطر آورده: نه، مانده نشدم، خفه نشدم گفت. روز دیگر هم بای او را بر وقت بیدار کرده همان کارها را فرمود. جوان فرموده های او را به زور اجرا کرده اول شب برگشت. چند روز احوال همین بود. مهنت زور جوان را بیمدار و بیحال کرد. یک روز بی وقت شد و وی هیزم کرده نتوانسته مایوس و غمگین برگشت. بای برآمده دید که هیزم نیست. در غضب شده پرسید: برای چی هیزم نآوردی؟ بی وقت شد، هیزم کرده نتوانستم. بای او را خیلی دشنام داد و بعد پرسید: خفه شدی؟ کاسه صبر جوان لبریز شده بود. وی دیگر طاقت کرده نتوانسته گفت: با این عذاب چقدر طاقت کردن ممکن است؟ تو ظالم بوده ای. بای: تو خفه شدی؟ گویان در حال گوش بینی او را بریده برآورده پیش کرد. جوان با گوش بینی بریده به خانه اش آمد. کمپیر او را به این حال دیده داد و فیغانش به آسمان پیچید. جوان واقعه شدگی را گفته داد. پسر میانه در غضب شده گفت: تو از این تنبلی به این حال افتاده ای. من به جای تو رفته خدمت میکنم. شرط های بای را اجرا کرده از او مال زیاد می رویانم. وی خسته به خانه بای روان شد. به خانه بای رسیده در او را تق تق کرد. بای برآمده پرسید: به من چی کار داری؟ پسر گفت: من آمدم که به جای اکم به شما خدمت کنم. بای در پیش او نیز همان شرط را ماند. پسرک قبول کرد. وی هم هر روز به خر گندم به برزگاو و یخ و سپاه را بار کرده به سر زمین بای روان می شد. جفت می کرد، نان می پاشید دان می پاشید و بیگاهی یک خر هیزم کرده بر می گشت. چند وقت همین خیل دوام کرد.
روزی جوان به حد مانده شده هیزم کرده نتوانست و به خانه بوی به هیزم آمد. بوی برآمده دید که خدمتگار هیزم آورده است. ناراضی شده گفت برای چی به هیزم آمدی؟ جوان در جواب گفت مانده شدم. بوی در غضب شده او را خیلی حقارت داد و پرسید خفه شدی؟ طاقت این جوان نیز طاق شده بود. وی دیگر صبر کرده نتوانسته گفت البته کس از این ظلم و تحقیر خفه نمی شود. بوی در حال گوش و بینی او را هم بریده برآورده پیش کرد. جوان گریان نالان به پیش مادرش آمد. فغانی دلخراش کمپیر بلند شد. وی به بینی و گوش بریده فرزندش نگاه کرده می گفت خانه‌ات سوزد بوی، روز نیکی را نبینی بوی. پسری خردی کمپیر که کل بود گفت اکه ها شما سستی کردید، نادانی کردید و به این حال افتادید. من رفته شرط بوی را اجرا میکنم. نرفت تو هم به این حال گرفتار میشوی. هر سیاد این خیل بیگوش و بینی من چی کار میکنم؟ گفت مادرش او را رفتنی نمانده. کل گوش نکرده برآمده رفت. آمده دری بوی را تق تق کرده پرسید. بوی برآمده پرسید ها کل به من چی کار داری؟ کل گفت اکه های من آمده خدمت شما را به جا آورده نتوانستند، من به جای آنها خدمت میکنم. بوی او را در آورده همان شرط را گفت. فردا شد. بوی سحری کل را بیدار کرده به جفترانی فرستاد. کل به سر زمین آمده یک خر گندم بوی را به چقوری ریخت و در سایه درخت خواب کرد. بیگاهی شد. کل یغ و سپار بوی را شکسته به خر بار کرده آمد و خوجینش را جیغ زد. من هیزم گیرید گفت. بوی پرسید ای کل جان این هیزم قاق را از کجا یافتی؟ گفت همان یغ و سپار کنده شکستم و بار کرده آوردم. برای چی این طبع کردی؟ غضبش را به زور نگاه داشته گفت بوی. خوجین مگر خفه شدید؟ بوی غضبش را فرو نشانده گفت نه خفه نشدم. خفه نشده باشید گفت کل تا پگاه یک جفت و سپر دیگر تیار کرده مانید. کل باز پگاهی بر وقت به جفترانی رفت. گندم را ریخته به حضور خواب کرد و بیگاهی یغ و سپار را هیزم کرده برگشت. بوی درون سوخت اما چیزی نگفت. یک روز کل جفت رانده ایستاده فکر کرد و یکی از برزگاوان بوی را کشت. گوشتش را به جوال گندم انداخت. به هر خر بار کرد. یغ و سپار را شکسته به بالای آن بسته برگشت. ای کل یک برزگاو دیگر کنی کشتم گفت کل. گوشتش در این جوال مگر خفه شدید؟ بوی دندان به دندان مانده گفت نه خفه نشدم. کل همین خیل هر روز گندم بوی را میریخت. یغ و سپارش را میشکست. برزگاوش را میکشت. بوی دید که خانه خراب شده ایستاده است. به زنش گفت این کل همه چیز ما را نابود کرد. طاقت من طاق شده ایستاده است. خفه شدنم معلوم می شود و گوش و بینیم را می برد. یگانه علاج خلاصی از دست او گریخته رفتن است. زنش مصلحت او را معقول دانست. اول شب بوی زنش بار بندشان را تیار کرده چیزهای قیمتبهایشان را در یک صندوق انداختند و آخر شب ریخته رفتنی شده خواب کردند. خوابشان که برد کل هوشیار چیزهای صندوق را برآورده در یک جا پنهان کرد و خودش به صندوق در آمده خواب کرد. بوی و زنش نیمه شبی خیستند. بار بندشان را گرفته راه گریز را پیش گرفتند. بوی به زنش گفت چای جوشان یک آن چیز خوریم. کل میشد هیزم می آورد. گفت زنش. کل این گپ را شنیده از صندوق آواز برآورد من در اینجا به خدمتتان تیار. بوی از این حادثه در غضب شده فریاد کرد ای کل لعنتی یک بار غله‌ام را یک دانه مانده نیست و نابود کردی. باز یک صندوق چیزهای قیمتبهایم را غارت کرده از قفای ما آمده ای. تو انصاف داری یا نه؟ ای خوجین میبینم که خفه شده اید گفت کل. بوی خودداری کرده نتوانسته باز هم بلندتر فریاد کرد بعد همه این نامعقولی تو من خفه نشوم کی خفه می شود؟ من شرط را بوی دادید گفت کل کار را از میانش کشیده. گوش و بینی بوی را بریده پرتافت و همین خیل از بوی ظالم انتقام اکهایش را گرفته به مراد و مقصدش رسید.